با درود و سلام خدمت بینندگان عزیزم. گروهی که شما مشاهده می‌فرمایید سبزپوشان سرزمین پاک هستند که هر پنجشنبه تشریف میارن برای پاکسازی طبیعت. این عزیزانی که می‌بینید که اینجا تشریف دارن کل این منطقه را شما الان مشاهده می‌فرمایید پاکسازی کردن. به خاطر شما دریا میایین راحت باشید، زباله نبینید. لطفاً تشریف آوردید دریا، زبالهاتون رو جمع کنید با خودتون ببرید. آقای شریفیان با سابقه 26 سال پاکسازی طبیعت، آقای فرجی کمردرد گرفته، آقای عزامر با عزیزانش تشریف آورده و خانم میشا، خانم حنیفه و خانم باقری و آقای سالار، آقای ملک گردشگر فعال، آقای اسدی ازنی امروز قبول زحمت کردن، صبحانه رو ایشون متقبل شدن، خانم پیشرو استاد، بعد خانم کشاورزیان دبیر، آقای سالار رسانه خبری، خانم دکتر کاظمی، خانم بله بعد نونم آقای فرجی گرفته بعد آقای کفکو و خانم متولیان و خانم صفاجو و بندم عمو رحمان در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالیم امروز هم در جمع این عزیزان هستیم. خیلی ممنون، لطف کردن، قبول زحمت نمودن، تشریف آوردن، سپاسگزاریم از زحماتشون. بی نهایت خانم نازگل من یادم رفت، ایشون هم خیلی قبول زحمت کشیدن، امروز تشریف آوردن، دست گلشون درد نکنه. و خانم متولیان لوبیا رو آقای اسدی ازنی تشریف آورده با قبول زحمت کردن. خیلی ممنون، سپاسگزارم. بله و آقای شریفیان مرد بزرگ، فعال طبیعتگرد و فعال محیط زیست. هر کس زباله کمتر تولید میکنه، بله این میشه گفت ایران یار و ایران دوست و محیط دوست و محیط سبز رو دوست داره و شما بنیانگذار این گروه از شما سپاسگزارم که این عمل این کار خوب رو شما ریاست میکنید، بعد پیگیر هستید. سپاسگزارم از شما. زباله کمتر، زندگی بهتر. سپاسگزارم، به افتخارشون.